سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با 4مین جلسه از دوره سبک شناسی. امروز قرون وسطا رو میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم. امیدوارم که مثل دوره‌های قبل لذت ببریم. بچه ها، قرون وسطا رو بهش میگن میدل ایج یا در واقع اعصار تاریک. امپراتوری روم غربی که تموم میشه تا اواسط رنسانس قرون وسطا رو ما داریم. قرون وسطا 3 تا دوره داره. دوره آغازین که بسیار کوتاه بوده، دوره میانی و دوره متأخر یا پایانی. ژرمن ها در واقع میان و باعث نابودی روم غربی میشن. تمام قرون وسطا و داستانش اینه که همه باید مسیحی باشن و تحت تابعیت مسیح باشن و همه مسیحی ها باید با همدیگه متحد باشن. پس هنر کلیساها و نفوذ اسقف‌ها، پاپ‌ها خیلی در این دوران زیاد بوده. کلیساها خیلی بزرگ بودن، سنگی بودن که نماد مقاومت بوده و نماد این که مؤمن‌ها به اصطلاح خودشون در زمانهای اضطراری بتونن بهشون پناه بیارن. صلابت و استواری در واقع فضای حاکم بر کلیساهای قرون وسطا بوده. بچه‌ها، در سده 11 تا 13 جمعیت اروپا به یک بار شروع به افزایش میکنه. یکی از دلایلش این بوده که در واقع به فناوری در کشاورزی دست پیدا میکنن که باعث میشه که در واقع یک گرمایشی پدید بیاد و غذا به وفور و فراوون باشه براشون. بچه ها، راجع به واتیکان ها میخوایم صحبت کنیم یا کاتولیک ها که جنگ های صلیبی رو راه انداختن. هلوش 7 تا 8 تا جنگ صلیبی رو راه انداختن و به اصطلاح خودشون میخواستن سرزمین های مقدس رو پس بگیرن. و در این جنگ های صلیبی قشر شهرنشین در زمان این جنگ ها خیلی زیاد شد، چون در واقع تجارت رونق پیدا کرده بود و این باعث ایجاد در واقع زیاد شدن قشر شهرنشین شده بود. بچه اگه بخوایم راجع به قرون وسطا بگیم، قرون وسطا کلا راجع به اروپای غربیه. یعنی اگه بخوایم صحبت بکنیم راجع به اروپای غربی داریم صحبت میکنیم. و اینکه در کلیساها و صومعه ها عده‌ای در واقع سعی می‌کردن که هنر رو تمام قد نگه دارن، که وقتی که مورد هجوم بربرها یا شمالی‌ها قرار گرفتن، در واقع بربرها اینطوری بگیم که هر جا رو که هجوم می‌بردن تمام آثار اون قسمت رو از بین می‌بردن. بچه‌ها، بربرها در صنعت فلزکاری خیلی متبحر بودن و حتی صنعت منبت‌کاری. راجع به وایکینگ ها اگه بخوایم صحبت کنیم، در واقع وایکینگ ها لباسشون اینطوری بوده که یک تونیک داشتن، یک آندرتونیک داشتن و یک شلوار داشتن که این رو در مردان قرون وسطا میتونستیم ببینیم که بلنده و بهش میگن بریچز. در سال 1066 در واقع وقتی که به انگلیس حمله میکنن و اون رو اشغال میکنن، یک سبک ساختمانسازی جدیدی وارد انگلیس میشه. سبکی که با خودشون آوردن همون کلیساهای سنگی بوده که بهش میگن سبک رومیوار بچه‌ها، که داریم توی عکس‌ها میبینیم. به خاطر ستونهای بزرگ و طاق‌های اون در واقع به این سبک معروف بوده و اینکه توش زیاد از شیشه و پنجره استفاده نمی‌کردن و ستونها زیاد بلند نبوده. بچه‌ها، اینجا الان بجز این سبک رومی که ما داریم میگیم، یک سبک گوتیک رو هم وارد این بحث میکنیم که یک تفاوت بسیار زیادی با سبک رومی داره. در سبک گوتیک ما طاق‌های تیز رو داریم، در حالی که در سبک رومی طاق‌ها زیاد بلند نبودن، تیزم نبودن. در سبک رومی بچه‌ها ما شیشه و پنجره زیاد نداشتیم، ولی در سبک گوتیک تا دلتون بخواد از شیشه و پنجره استفاده می‌شده. بچه معماری رومیوار حس محکم بودن، استوار بودن رو القا میکنه و میگه که شما با یک کلیسای بسیار محکم و مبارز طرف هستین. از تزئینات مجسمه توش استفاده نمی‌کردن و یک فضای محراب مانند رو ما توش میتونیم ببینیم. بچه معماری گوتیک رو میتونیم در کلیسای نوتردام ببینیم که در این معماری
ما متوجه میشیم که در این معماری میخواد به ما بفهمونه که همه چیز مستقیم برمیگرده به خدا. بچه‌ها بحثی که ما در قرون وسطا داریم که مهمترین بخش هستش قرون وسطای متأخره بچه‌ها، که کلی بحران‌های مختلف توش به وجود میاد، مثل بیماری‌ها، مثل کاهش جمعیت. و وقتی که طاعون میاد سمت کلیساها، وقتی که کلا طاعون میاد، کلیساها میگن که این یک توطئه از طرف یهودی‌ها هستش، چون مسیحی نشدن طاعون رو به وجود آوردن. بچه اگه بخوایم از جایگاه زنان بگیم در قرون وسطا، تا یه حدی از حقوق برابر برخوردار بودن، ولی درآمد زنها خیلی کمتر از مردها بوده. ازدواج اجباری نبوده و اگر که عضو صومعه می شدن دیگه نمیتونستن ازدواج بکنن. اگر راجع به لباس و پوشاک مردان میخوایم بگیم، در قرون وسطا تونیک دارن، عناصر پوششی بیزانس رو میتونیم توشون ببینیم، هنر شرقی رو توی لباساشون میتونیم ببینیم. پارچه‌هایی که استفاده میکنن در کل پشم، کتان، سیلک بوده و در واقع یه بافت‌های موتیف‌های، در واقع میان به بافت موتیف تکراری دست پیدا میکنن، چیزی که الان ما داریم میبینیم. از پارچه‌های رنگی خیلی استفاده میکردن، از مهره‌های چوبی استفاده میکردن و اینکه برودردوزی رو داشتن. از خز و مخمل خیلی استفاده میکردن، ولی اواخر قرون وسطا تزییناتشون در واقع از نخ طلا و جواهردوزی استفاده میکردن. بین سال 1000 تا 1400 رنگرزی پارچه به وجود میاد و رنگ آبی و قرمز جزء رنگ‌های اصلی و اساسیشون بوده. در قرون وسطای آغازین بچه‌ها آقایون یک تونیک دارن که با کمربند میبستن که اسمش بیلیاد هستش. قد تونیک میتونه بلند باشه، میتونه کوتاه‌تر باشه. تونیک کوتاه که در واقع به شکل شومیز هستش، یک کتون سفیده که بهش میگن چینز و یک جوراب شلواری میپوشن به نام حوز. حوز با زر ری بچه‌ها و ه حوله که وسط این جوراب ها باز هستش و یک پارچه کشی هم نیستش. برای همین برای جلوگیری از افتادنش از بالا با بند به شومیزشون وصل میکردن. بچه لباس زیر داشتن. بریتس برای پولدارها تنگ و چسبان بوده، ولی برای مردم عادی کاملا گشاد بوده. بریتس و حوز تنها تفاوتشون اینه که ما میتونیم بالای شلوار رو توشون ببینیم. و اینکه کفش‌های چرمی نرم رو داریم که نوکشون بسیار بلند هستش. حالا بسیار که نه، نوکشون بلنده و نوکش این کفش‌ها رو با بند میان به دور مچ پا وصل میکنن. دارین توی عکس میبینیم اینها رو. شنل دارن که اسمش مانته هستش یا پالیوم که به صورت نیم دایره هستن اینها، که با سنجاق یا همون فابیولا به گردن بسته میشه. بیلیارد برای مردها ممکنه تا مچ پا باشه، ولی برای زنها ممکنه بلندتر هم باشه. پوشش روی سرشون هم که اسمش چاترون بوده که به صورت دنباله دار بوده، روی زمین می افتاده که این دنباله ها رو بهش لیری پای می گفتن. هدپیس هاشون هم میتونه مدل عمامه هم باشه بچه ها. توی عکس ها داریم می بینیم. در قرون وسطای متأخر بچه ها تونیک قدش خیلی کوتاه میشه و تبدیل میشه به دابلت و از کمر بسته میشه این دابلت و جلو دکمه میخوره با دکمه های زیاد و با حوض پوشیده میشه. بریش حلقه آستین جداگانه نداریم. دابلت ها جنسشون در واقع پنبه هستش. آقایون و خانوم ها هر دو سورکوت دارن که بیشتر در لباس های زنانه ما البته این رو میبینیم، ولی هر دوشون استفاده میکنن. یک قطعه پارچه مستطیلی دارن که روی لباس خودشون میپوشیدن برای شناخت از گروه های دیگه که در جنگ های صلیبی استفاده می شده. و بچه ها من مطلب دیگه در این مورد ندارم در مورد قرون وسطا. بذارین راجب لباس های زنانشون هم بگم، چون فکر میکنم خیلی مختصر گفتم راجبش. اوایلی که به لباساشون نگاه میکنیم بچه ها خیلی خیلی ساده هستن و شبیه استولایی هستش که در زنان رومی ما میدیدیم
که پارچه ماننده و روی سرشونه بسته می شده. بین سال 500 تا 700 از پیراهن‌های بلند از جنس کتان که نازکم هستش و بهش میگن چینز یا همون شمیز امروزی، و یک پیراهن دیگه که بلنده به نام بیلیاد که ابریشمی هستش به رنگ قرمز، سبز، بنفش، که بعد یک تونیک جلوباز روش می پوشیدن که آستین‌های بسیار گشاد داشته. یک کمربند زبدری رو دور خودشون میپیچیدن و زیر شکم اون رو چیکار میکردن؟ میبستن. بچه در این دوران لباس‌های فیت رو ما نداریم و معمولا این لباس‌ها گشاد هستن از بالا تا پایین. کفش‌های چرمی داریم که بند میخوره تا مچ پا میاد بالا. زن‌های متأهل، زن‌های درباری پوشش سر باید داشته باشن. در پوشاک قرون وسطا هدف از بچه لباس پوشیدن پوشش کامل بدن هستش. یک روسری دارن روی سرشون که خانم‌های مجرد روی سرشون این پوشش رو نمیذارن. معمولا در خانم‌ها پوشوندن سر به وسیله روسری انجام می‌شده و بعدها اینها تغییر پیدا می‌کنه و حالت تزئینی پیدا می‌کنه. سیلوئت لباس‌ها هم که با بند به کمر بسته می‌شده و با آستین گشاد و روسری به سر که این حالت رو ما تا انتهای این دوران داریم. تاج رو در صورتی که ملکه باشن استفاده میکنن. برای خانم های دیگه از تل یا از نیم تاج استفاده میکردن. بچه دستشون صلیب همیشه هست که یا دور گردنشون یا دور کمرشون یا توی دستشون قرار میگیره، چون در واقع در اون زمان در قرون وسطا مسیحیت حرف اول رو میزنه. از سال 700 به بعد شرایط اجتماعی یک مقداری استیبل تر میشه و تجملات بیشتر میشه. لباس ها میره به سمت بیزانسی که یه مقداری تجملاتی تر میشه، یعنی سنگ، مروارید، نقوش روی پارچه ما میتونیم ببینیم. و اینکه تزیینات و نقش‌های روی لباس رو گفتیم. در سال 1100 بچه‌ها به بعد جنگ‌های صلیبی براشون دستاورد هم داشته. کلی پارچه و عناصر و المان هستش که از خودشون از این جنگ به اون جنگ می‌بردن به عنوان در واقع به عنوان غنیمت. یکی از این دستاورداشون اینه که از مسلمان‌ها یاد میگیرن که بالاتنه لباس‌ها جذب باشه و آستین‌ها تا بازو چسبیده باشه و از ساق به بعد گشاد باشه. خب دامن‌ها گشاد میشه. موهای زنای مجرد معمولاً باز هستش و کمربند چرمی پایین‌تر از کمرشون بسته میشه. دارین توی شکل‌ها، عکس‌ها می‌بینید. پوشیدن لباس‌ها بچه توسط بند و مادگی تنگ می‌شده یا با دکمه، یا با بند بوده یا با دکمه بوده که این بندها یا پشت لباس‌ها بوده یا پهلوها بوده. دستاورد دیگه‌شون اینه که روی بندهای دستاورد دیگه‌شون این بوده که در واقع رو بندهای اسلامی رو میارن برای مردمشون. یک پارچه نازک به نام ویمپل که دور صورتشون میپوشوندن که تا زیر چونشون میومده. لباس ها تا دم باسن از یک سالی به بعد تنگ میشه و از باسن به بعد دامن ها پرچین میشه که این دامن انقدر بلند میشده که به صورت دنباله در واقع روی تونیک پوشیده میشده. سال 1200 بچه به بعد سیلوئت لباس ها از بالا تنگ میشه، از کمر گشاد میشه. فقط یک عنصری به نام سورکوت رو داریم که معمولا قرمز بوده. لباس ها دو رنگ میشه که این سورکوت ها قسمت یقه و حلقه آستین هاشون کاملا باز هستش که لباس زیری رو میتونیم از توش ببینیم. بیلیاد و آستین های گشاد و یا تنگ رو هم ما اینجا داریم. تونیک زیری داریم، ویمپل رو داریم، هدپیس که کلاه مانند هستش و یا تاج مانند هستش رو هم داریم. و بین سال 1100 تا 1300 یک عنصری داریم در لباس‌های زنانه که بهش میگن کت هاردی که دو رنگ هستش که در آقایون داریم ولی کوتاه‌تره. در ناحیه کمر ما برش رو نداریم. دکمه ها هم از بالای گردن تا شکم هستش و یقه های کاملا باز رو داریم. تعداد دکمه ها بچه خیلی زیاده. و برودر دوزی رو داریم، سنگ دوزی رو داریم، آستین های بلند رو داریم که آستین ها در این زمان با دکمه بسته میشن.
بچه‌ها این از لباس‌های خانم‌ها، آقایون و رویدادهایی که در قرون وسطی اتفاق افتاده بود. امیدوارم که بتونید به خوبی ازش استفاده بکنید و طرح‌های جذابتون رو با این کانسپت با دوره قرون وسطی برای من بفرستین که حتما در کانالم شیر میکنم. دوستتون دارم. روز خوبی داشته باشین.